MBTI یا Myers Briggs Type Indicator روشی است برای شناخت بهتر خود و دیگران. این روش توسط خانم کاترین کوک بریج ابداع شد و بعدها توسط دخترش ایزابل بریج مایرز معرفی شد. پایه و اساس MBTI نظریات روانپزشک مشهور سوئیسی آقای کارل گوستاو یونگ هستش. در MBTI میتوان تمام مردم روی زمین رو در 16 دسته شخصیتی خلاصه کرد. هیچ بهتر یا بدتری در کار نیست، ولی در عین حال هر دسته قابلیت‌هایی دارند که بقیه ندارند. با این حال شباهت‌هایی هم بین دسته‌های مختلف وجود داره. چیزی که مهمه اینه که تعداد انسان‌هایی که در هر دسته خلاصه میشن متفاوته و برخی از شخصیت‌ها در جامعه خیلی کم پیدا میشن و برخی دیگه وفور بیشتری دارن. چطور بفهمیم که خودمون یا دیگران در کدوم دسته شخصیتی قرار داریم؟ در MBTI 4 عملکرد شخصیتی رو مورد بررسی قرار میدیم. هر عملکرد میتونه 2 حالت داشته باشه که اگر تمامی حالتها رو در نظر بگیریم به 16 شخصیت منحصر به فرد میرسیم. 4 پارامتری که ازش صحبت شده به ترتیب میزان معاشرت، نحوه دریافت اطلاعات، مبنای تصمیم گیری و سبک زندگی هستش. آدم اهل معاشرت، اهل مهمونی و رفیق بازی به اصطلاح برونگرا یا اکستروورت نامیده میشه که با حرف ای بزرگ نمایش داده میشه. آدمی که زیاد اهل معاشرت نیست و بعد هر مهمونی نیاز به فضای خلوت خودش داره به اصطلاح درونگرا یا اینتروورت هست که با حرف آی بزرگ نمایش داده میشه. تا اینجا تکلیف خونه اول روشن شد، یا آی یا ای. این رو هم میدونیم که مطلق صحبت نمی کنیم. نحوه دریافت اطلاعات. اگر عمده اطلاعاتی که از محیط میگیرید رو از حواس پنجگانه خود میگیرید یا به عبارتی در حال زندگی میکنید با واقعیت‌هاش، خصوصیت سنسینگ یا حواس در شما غالب است و شما یک اس هستید. اگر اطلاعات بهتون الهام میشه و از اطلاعات الگو برداری میکنید، به عبارت دیگه در آینده زندگی میکنید و در تخیل، خصوصیت اینتویشن یا بصیرت در شما غالبه و شما یک ان هستید. برای اینکه دقیق تر بتونین خودتون رو از توی این 16 شخصیت تشخیص بدین، میبایست هر 4 پارامتر رو با هم در نظر بگیریم. پس میپردازیم به مبنای تصمیم گیری. اگر مبنای تصمیم گیریتون فکر کردن هست و منطق، خصوصیت تینکینگ یا تفکر در شما قوی بوده و شما یک تی هستید. در طرف دیگه اگر مبنای تصمیم گیری شما احساس است و انسانیت برای شما از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، خصوصیت فیلینگ یا احساس در شما قوی بوده و شما یک اف هستید. میرسیم به آخرین عملکرد، یعنی سبک زندگی. اگر در زندگی آدم با برنامه‌ای هستید و دائم در حال هدف گذاری هستید، مثلا برای سفرهاتون برنامه ریزی میکنید، خصوصیت جاجینگ در شما قوی بوده و شما یک جی هستید. از طرف دیگه اگر شما انسان منعطفی هستید و زندگی رو سخت نمیگیرید، مثلا سفر بدون برنامه ریزی هم میروید، خصوصیت پرسیوینگ در شما قوی بوده و شما یک پی هستید. یک نگاهی دوباره به 4 پارامتر MBTI بکنیم. الان باید بتونیم از هر خونه حالتی رو که به ما نزدیک تره تشخیص بدیم. برای تکمیل صحبت‌ها میشه این جمع‌بندی رو کرد که تمام شخصیت‌ها از همین 4 پارامتر اصلی تینکینگ یا تفکر، اینتویشن یا بصیرت، سنسینگ یا استفاده از حواس پنجگانه و فیلینگ احساسات قلبی تشکیل شدن. چیزی که تنوع ایجاد میکنه میون شخصیت‌های مختلف، اولویت استفاده از این 4 عملکرد و میزان استفاده از اونها در دنیای درون یا دنیای بیرون هستش. هر شخصیتی یک عملکرد اصلی داره که از همه قوی تر هست
اگر این عملکرد در دنیای درون اتفاق بیفته، شخص به اصطلاح درونگراست و اگر در دنیای بیرون اتفاق بیفته، شخص به اصطلاح برونگراست. همونطور که میبینید هر شخصیتی از این 4 عملکرد 2 عددش در دنیای بیرون عمل میشه و 2 عددش در دنیای درون. اشخاص درونگرا عمده عملکردشون در درون هست و اشخاص برونگرا عمدتاً در دنیای بیرون. تمامی افراد در تعامل با محیط بیرون سعی میکنن خودشون رو برونگرا نشون بدن، به نحوی که افراد برونگرا فعالیت اصلیشون برونگرایی است ولی افراد درونگرا عملکرد دومشون. برای تشخیص J یا P بودن راه حل دیگه‌ای هم هست. اگه شخص P باشه از نحوه دریافت اطلاعات برای تعامل با محیط بیرون استفاده میکنه و اگر J باشه از مبنای تصمیم گیری برای تعامل با دنیای بیرون استفاده میکنه. به این ترتیب شخصیت ENTJ که برونگرا هست و چون J هست از تصمیم گیری تینکینگ به عنوان عامل اصلی بیرونی خودش استفاده میکنه و شخصیت INTP که درونگراست و P هم هست از عملکرد اینتویشن یا بصیرت خودش به عنوان اصلی ترین عامل بیرونی بهره میگیره. حالا برای تحلیل هر شخصیتی یک ابزاری داریم. مثلا شخصیت ISTJ شخصیت درونگرایی است. به واسطه J بودن تصمیم گیریش یا تینکینگش به عنوان عامل اصلی ارتباط با دنیای بیرون استفاده میشه. حالا یک نگاه دیگه به این 16 تا شخصیت مختلف بکنید. آیا تونستید خودتون رو پیدا کنید؟